Learning for opportunities and better life. دیتابیس در همه جا با ماست و ما در هر جا با دیتابیس سر و کار داریم. در شفاخانه‌ها، کتابخانه‌ها، مکاتب، پانتون‌ها، بنادر، گمرکات، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و سایر همچون نهادها زمانی که ما داخل یک معامله یا ترانزکشن با ایشان می‌شویم، در حقیقت دیتابیس در حال اجرات یا عملکرد میباشد. حقیقت هم این است که دیتابیس در زندگی روزمره ما اهمیت بسزایی داشته که هر وقت و در هر جا با آن مواجه می‌شویم. السلام علیکم، امین بابکزئی هستم. در ویدیوی آموزشی Introduction to Database یا آشنایی با دیتابیس با شما هستم. با مایکروسافت اکسل شما می توانید دیتابیس مورد نیاز خود را مطابق ضروریات کاری خود و یا مطابق نیازهای کمپانی که شما برای آن کار می کنید احداث نمایید. خب دقیقاً چه چیزی را ما دیتابیس می گوییم؟ در حقیقت دیتابیس یک مجموعه از معلومات یا دیتایی است که در کامپیوتر ذخیره می شود و برای شما اجازه می دهد که به معلومات یا دیتای داخل شده دسترسی یافته و دیتا را قسم تجزیه نمایید که روی کاغذ اصلا امکان پذیر نباشد. بیایید که بالای همین موضوع یک اندازه تعمق نماییم. چه فکر میکنید قبل از انکشاف کامپیوتر در شفاخانه‌ها ریکاردهای رسیدگی به امورات مریضان چگونه داخل اوراق کاغذی میشد؟ شامل کدام لیست ها باید میشد و به کدام ترتیب نگهداری و فایل‌بندی میشد؟ خب گفتم میتوانیم این ریکاردها میتوانند شامل لیست اسامی مریضان، معلومات ارتباطیشان، تاریخچه صحی و لیست ملاقات‌های گذشتهشان شود. دقیقاً به همین گونه دیتابیس هم کار میکند. و این معنی که دیتابیس هم تمام معلومات ذکر شده را در خود نگه داشته و آن را در موقع ضرورت تجزیه می‌نماید که از ساده‌ترینشان شروع تا مغلق‌ترین آنها. اساساً قسمی که گفته آمدیم دیتابیس یک مجموعه از تیبل‌ها یا به طور عام‌فهم مجموعه از لیست‌ها میباشد، اما در روی کاغذ نه بلکه در کامپیوتر و پروگرام‌های چون اکسس ساختن این نوع دیتابیس‌ها را امکان پذیر می‌سازد که دیتا یا معلومات خود را تنظیم، قابل جستجو، دسترسی و آماده باقی عملیات بسازیم. بیایید که به دیتابیس احصایه و معلومات نظر بیاندازیم که چگونه سیستم دیتابیس تذکره الکترونیکی کار می‌کند. فرض می‌کنیم که شما خواهان اخذ تذکره الکترونیکی هستید و با فرم خانه‌پوری شده که برای اخذ تذکره الکترونیک تهیه شده به یکی از مراکز اخذ تذکره الکترونیکی مراجعه می‌نمایید. در صورتی که فرم را آنلاین خانه‌پوری کرده باشید، این دلالت به این می‌کند که شما خود معلومات شخصی خویش را به تیبل یا لیست متقاضیان آنلاین که سیستم دیتابیس تعیین نموده داخل نموده‌اید و کار مامور توزیع تذکره را سهل ساخته‌اید. یعنی در پیشبرد امور از یای وقت جلوگیری می‌نمایید، زیرا وقت پرارزش‌ترین چیز در زندگی انسان‌ها به شمار می‌رود. خب با در نظر داشت لاجیک یا منطق ذکر شده، سیستم دیتابیس توزیع تذکره‌های الکترونیکی که باید شامل چندین تیبل باشد، دومین آن تیبل متقاضیان تذکره الکترونیکی می باشد که به شکل آنلاین و آفلاین معلومات داخل می گردد. خب در ذهن شما حتما چنین سوال خطور می کند که تیبل اولی آن در این صورت کدام باید باشد؟ جواب این است که تیبل اولی تیبلی است که تمام اتباع افغانستان که تذکره کاغذی در طول تاریخ اخذ نموده‌اند که قبلا در کتاب‌ها ثبت و درج بوده، با شروع شدن و ایجاد نمودن سیستم الکترونیکی تذکره‌ها، اداره احصایه و معلومات تمام این کتاب‌ها را که شامل که کابل و ولایت می‌شود داخل سیستم یا دیتابیس خود نموده و تیبل آن را میشه که تذکره‌های کاغذی نامگذاری نموده باشند که این تیبل تمام معلوماتی که در تذکره‌های کاغذی افراد ثبت و تحریر گردیده در این تیبل نیز داخل می‌گردد که شامل نمبر تذکره، شهرت شخص، چهره، آدرس فعلی و دائمی، محل اخذ تذکره کاغذی، تاریخ صدور و غیره می‌شود. ایجاد این تیبل از قبل در سیستم احصایه و معلومات به خاطر ضروری میباشد چون اساس معلومات برای تمام اتباع افغانستان میباشد که باعث شفافیت گردیده و جلو جعل و تزویر و تقلب را میگیرد. حتی میتوان گفت که اگر قبلا در تذکره‌های کاغذی جعل و تقلب هم صورت گرفته باشد و یا شخص دو یا بیشتر از دو تذکره اخذ نموده باشد و یا هم دیگر موارد جعل، سیستم ایجاد شده تذکره الکترونیکی در کمترین وقت آن را آشکار ساخته و روی اسکرین کامپیوتر ظاهر می‌سازد. فرض می‌کنیم شما جهت اخذ تذکره الکترونیکی به یکی از مراکز رفته و فرم‌های خانه‌پوری شده خود را که تمام معلومات شخصی شما با شمول نمبر تذکره قبلیتان در آن درج میباشد
و شخص مسئول تحویل می دهید. شخص مسئول بر بنیاد چندین میتد که نخست بر اساس نمبر تذکره شما، بعد بر اساس نام و ولادیت و غیره معلومات می باشد، سیستم دیتابیس را جستجو می نماید تا معلومات شما را از تیبل تذکره های کاغذی بیرون آورد. خب در اینجا اگر تذکره اساس نداشته باشد و جعلی باشد، واضح است که در تیبل تذکره های کاغذی موجود نمی باشد. کامپیوتر در کمترین وقت که شاید 1 دقیقه را هم در بر نگیرد برای ما جواب داده که معلومات داخل شده در سیستم موجود نمی باشد. و در صورت ثبت بودن معلومات، کامپیوتر یا سیستم دیتابیس تمام معلومات ضروری شما را از تیبل تذکره های کاغذی و تیبل متقاضیان تذکره الکترونیکی اخذ نموده و بعد از طی مراحل و اضافه نمودن بعض معلومات جدید، طور مثال معلومات بایومتریک شما، تمام معلومات را در یک تیبل ثالث که میتواند تیبل نهایی تذکره الکترونیکی نام نهاد ذخیره می نماید. خب در اینجا ما این را دریافتیم که یک بار با داخل نمودن معلومات در سیستم دیتابیس از بار داخل نمودن معلومات و از سرگردانی و کاغذ پرینه های بیجا که هیچ دردی را دوا نمی کند جلوگیری به عمل می آید. خب اگر دیتابیس اساساً مجموعه از لیست ها باشد که در تیبل ها ذخیره می گردد و تیبل ها را ما می توانیم که در اکسل هم ایجاد و دیزاین کنیم، پس چرا اکسس و یا در کل چرا ما به دیتابیس ضرورت داریم؟ خب بیایید که مقایسه کنیم. در حالی که اکسل یک پروگرام اسپریدشیت محاسباتی می باشد، بیشتر با اعداد سر و کار دارد. بنابراین در ذخیره و تنظیم کردن و اجرای عملیات مختلف با نمبرها خوب عمل می کند. اما برعکس اکسس، قسمی که لاجیک سیستم دیتابیس احصایه و معلومات را به طور مختصر توضیح داده آمدیم، در تجزیه و ارتباط دادن معلومات مؤثر می باشد. دیتابیس هایی که شما در اکسس با آن کار می کنید در حقیقت می دانند که چگونه لیست یا تیبل های مختلف و محتویاتشان یکی با دیگر ارتباط دارند که این ارتباط را ریلیشنال دیتابیس می نامند و به خاطر همین تواناییشان است که ارتباطات را می فهمند و این چیزی است که اکسس را از دیگر پروگرام ها متمایز می سازد و انجام دادن تمام این نوع وظایف مخلوط ارتباطی در اکسل امکان پذیر نیست و این معنی که ما نمی توانیم ریکارد هایی را از یک تیبل به تیبل دیگر قسمی که ما میخواهیم بعد از تحلیل و تجزیه انتقال دهیم. خب حالا به این نتیجه رسیدیم زمانی که ما دیتابیس میگوییم اکسس تمام این معلومات را که ریکارد نامیده میشوند در یک لیست بزرگ و طویل نگه نمیدارد. به عوض اکسس معلومات را در لیست ها یا تیبل های مختلف نگه میدارد و اکسس این نوع معلومات را در واقع ضرورت از تیبل های مختلف اخذ و جمع آوری نموده و عملیات مورد تایید ما را اجرا نموده و بعدا در تیبل های از قبل تعیین شده ذخیره می نماید و از بار داخل نمودن معلومات تکراری جلوگیری می نماید که انجام دادن تمام این نوع وظایف مخلوط ارتباطی در اکسل اصلا امکان پذیر نیست. در پایان به گونه مختصر گفتم می توانیم که اکسس مثل شما فکر می کند. اکسس می فهمد که ریکارد ها در تیبل ها با هم ارتباط برقرار می دارند که همین ارتباط تیبل ها است که داخل کردن، جستجو کردن و تجزیه کردن دیتا یا معلومات را سهل می سازد. اگر شما یک تیبل داشته باشید یا 20 تیبل، بسیاری از وظایف مغلق و پیچیده را می توان با سادگی انجام داد. اما این زمانی اتفاق می افتد که شما فقط بفهمید که اکسس چگونه کار می کند و چطور می توانید یک سیستم دیتابیسی را برنامه‌ریزی نمایید. قابل یادآوری است که دیتابیس تذکره الکترونیکی در پلتفرم های چون اوراکل و مای اسکیول می تواند برنامه‌ریزی شده باشد. Learning for opportunities and better life. داول دقیق خوانیز ویدیو چمپشی محتویات کچیر ویدیو مخواهد شوی نو ضروری لایک و شیر کنید او که چینل دا نوی یاست نو سابسکرایب دور مهی روی گنگری یا زنگولیت هم تک وکی ترسول طول نوی ویدیوگان سخه پر وقت خبر شد. تربل خوانیز ویدیو ایچر